کسی که به الهه فوتبال معروفه. اون متولد 1960 در بوینس آیرس آرژانتینه. مارادونا بهترین هدیه زندگیش رو از پسرعموش در 3 سالگی گرفت، یه توپ فوتبال، که این باعث شد از همون سن کم عاشق فوتبال بشه. اون اولین بازیکن در تاریخ بود که 2 بار رکورد قیمتی نقل و انتقالات رو شکوند. اولین بار با قرارداد 5 میلیون یورو به بارسلونا رفت و بار دوم هم قرارداد 7 میلیون یورویی با ناپولی. ولی متاسفانه در همون اسپانیا و ایتالیا بود که اعتیادش به کوکائین شروع شد. در جام جهانی 86 مکزیک جوری خوش درخشید که کل دنیا جلوی اون زانو زد و آرژانتین رو قهرمان جام جهانی کرد. مارادونا به تنهایی برای هر تیمی کافی بود، طوری که واقعا یک تنه تیم ناپولی رو قهرمان سری آ کرد و در آخر در سال 2020 توی 60 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. خیلی از کارشناسای فوتبال میگن اونایی که مسی رو بهترین بازیکن تاریخ فوتبال میدونن قطعاً بازی‌های مارادونا رو ندیدن.